الله متعال میفرماید قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم من به پروردگار مردم، والجن به پروردگار این جنیات، ملک الناسی پادشاه مردم، اله الناسی خدای مردم. از چی پناه میبرم؟ من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسگری عقبگرد، از شر شیطان وسوسه کننده عقبگرد. وسواس یعنی شیطان، یعنی از بس که وسوسه کار همیشگی شیطان ملعون است، بنابراین اطلاق وسواس به این شده، وگرنه وسوسه کننده از شیطان مانند زید عدلون. الخناس عقبگرد یعنی شیطان عقبگرده که وقتی که یاد الله متعال کرده میشه، نام الله تبارک و تعالی گرفته میشود، اونجاست که شیطان عقب میرود. مثل که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرمایند که وقتی که مؤذن اذان میگه، به مجردی که مؤذن الله اکبر میگه، شیطان فرار میکنه. شیطان تحمل شنیدن نام الله متعال نداره و نه تنها که فرار میکنه، بلکه حتی باد خودم گرفته نمیتونه، یعنی بادش هم میره و فرار میکنه. بنابراین خناس یعنی که از صفات شیطان ملعون است. الذي همون شیطانی که یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکند در دلهای مردم، من الجنة والناس، برابر است که شیطانی وسوسه کننده شیطان جنی باشه یا هم شیطان انسی باشه. شیطان جنی که معلوم است کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از جن بود، بنابراین یک تعبیر که از نسل جن است و از امر پروردگارش خروج کرد. و شیطان انسی هر آن انسانی که مسیر شیطانی را میپیماید، هر آن انسانی که با صدایش، با حرکتش، با عمل کردش در واقع به راه شیطان دعوت میکنه، این در واقع شیطانی انسی هست، ولو که به ظاهر انسان هم بوده باشه. اما در این یک نکته را خدمت شما عرض میکنم. الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه فلق، مستعاذ بهی در سوره فلق یک است، واحد است، یعنی ذاتی که به او پناه برده شده، مستعاذ بهی، یعنی ذاتی که ما انسان ها به او پناه میبریم، الله واحد است، یک صفتی از یاد شده که برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. اما مستعاذ منه، چیزی که ما از او به الله تبارک و تعالی پناه میبریم، متعدد است. یعنی یک صفت الله را بیان کردیم و از سه چیز در اینجا پناه بردیم. او سه چیز کدام است؟ من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، و من شر النفاثات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. اینجا مستعاذ منه متعدد است، ولیکن مستعاذ بهی یک است. اما در سوره ناس که می رویم قضیه برعکس میشه. مستعاذ بهی ذاتی که ما به او پناهنده میشیم، پناه میبریم، اوصاف متعددش ذکر میشه، سه تا صفت: برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اما مستعاذ منه، آفتی که ما از او پناه میبریم، باز چیز یکی، کدام؟ من شر الوسواس الخناس. نکته در اینجا چی است؟ نکته در اینجا ای است که در سوره فلق اونجا سلامتی نفس و بدن است، سلامتی نفس و بدن است. در اونجا از شرور ظاهری گفتیم ما پناه میبریم به الله تبارک و تعالی، از آفاتی که جسم ما را، زندگی ما را، بدن ما را، صحت ما را متضرر میکنه، از این مشکلات به الله تبارک و تعالی پناه میبریم. به این خاطر یک صفت مستعاذ بهی که الله تبارک و تعالی ذکر شده که صفت رب است. اما در سوره ناس اینجا مستعاذ منه دین است، یعنی ما از شیطان وسوسه کننده عقبگرد برای سلامتی دینمان به الله تبارک و تعالی پناه میبریم، چون دین از بدن و جسم کرده به مراتب ارزشمندتر است و خیلی ها این گرانبهاتر است. بنابراین اوصاف باری تعالی، ذات باری تعالی مستعاذ بهی در اینجا سه تا صفت ذکر می شود تا امو استعاذه و پناه بردن ما به الله تبارک و تعالی قوی تر شود.
بنابراین در اینجا صفات سیگانی الله تبارک و تعالی رب و ملک و اله که سه صفت ذکر میشه، اما در سوره فلق تنها به یک صفت اکتفا می شود. الله تبارک و تعالی از همه من و شما قبول بفرماید.